و اما هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه کشور امروز با برگزاری 4 دیدار در شهرهای مختلف کشورمون برگزار میشه که در یکی از مهمترین دیدارها تیم پرسپولیس تهران در ورزشگاه 15000 نفری سید علی اکبر ابوترابی شهر قزوین میزبان تیم فولاد خوزستان هست. خب با سوت آقای پیام حیدری دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فولاد خوزستان ثانیه‌های پیش آغاز شد. توپ در اختیار بازیکنان پرسپولیس هست. اورونوف ببینید تا کجا عقب اومده و تکل بلند بازیکن‌های فولاد درون محوطه جریمه. یک صحنه مشکوک ما اونجا شاهد بودیم. خب حالا اجازه زدن ضربه دروازه رو داد. کماکان فولادی ها صاحب توپ هستن. وحید حیدریه توپ رو به سمت چپ میبره. ارسال بلند به درون محوطه جریمه. ضربه سری که زدن اونجا بازیکنان فولاد. توپ به سمت راست میره. ایوب الاملود ارسال بلند به درون محوطه جریمه. موقعیت برای پرسپولیس. عجب موقعیتی رو از دست دادن بازیکنان پرسپولیس. اشتباه کردن اونجا بازیکنان فولاد. موقعیت هست برای تیم پرسپولیس و در نهایت جمع و جور کرد خط دفاعی فولاد. باز هم بازیکنان پرسپولیس صاحب توپ میشن. استون اورونوف از سمت چپ موسی کولیبالی و مقابل خودش داره درون محوطه جریمه. موقعیت هست برای استون اورونوف. چند نفر رو جا گذاشت ولی خب موفق نبود تو زدن ضربه آخر. اجازه نمیده توپ به بیرون بره. استون اورونوف اشتباه کردن. موقعیت هست برای فولاد خوزستان و شوتی که میزنن و با نوک انگشتای گندوز توپ به کورنر میره. اولین خطر جدی فولاد خوزستان. شوتی که احسان پهلوان زد و با نوک انگشتان این چهره الکس گندوز توپ به کورنر میره. پاش محوطه جریمه. ارسال به درون محوطه جریمه. ضربه سری که اونجا زد موسی کولیبالی. چقدر خطرناک توپ به بیرون رفت شد. وحید امیری ارسال به درون محوطه جریمه و ضربه سری که اونجا زد علی علیپور رو توپ با اختلاف به بیرون میره. اونجا کنترل کرد استون اورونوف. بازم بازیکنان پرسپولیس. موقعیت هست برای تیم پرسپولیس. ضربه که میزنن اونجا و ساعت خودش هم نگاه میکنه آقای پیام حیدری. پاس تو در. موقعیت هست برای استون اورونوف. موقعیت برای این تیم و پاسی که داد کسی از بازیکن‌های پرسپولیس حضور نداشت. ولی ناقص از علی علیپور. وحید امیری. منطقه بازی عوض شد. میلاد محمدی صاحب توپ هست. شوت سنگین میلاد محمدی. عکس‌العمل زیبای یوسفوف رو ما دیدیم. وارد 65مین دقیقه از این دیدار شدیم. پرتاب سری انجام شد. استون اورونوف. موقعیت هست برای پرسپولیس درون محوطه جریمه و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل اول پرسپولیس رو استون اورونوف در 65مین دقیقه از این دیدار به ثمر میرسونه تا اینگونه خوشحالی کنن پرسپولیسی های حاضر در ورزشگاه. نتیجه 1-0 میشه به سود پرسپولیس و قطعاً بازی جذابتر و تماشایی تر دنبال خواهد شد. به زیبایی صاحب توپ شد استون اورونوف درون محوطه جریمه و با پای چپ دروازه این چهره یوسفوف رو باز کرد تا اینگونه خوشحالی کنن طرفداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه. کنانی زادگان اشتباه کردن. یک کس موقعیت هست برای فولاد و چیکار کرد اونجا امین قاسمی نژاد. چه موقعیتی رو از دست داد برای فولاد خوزستان. چه اشتباهی رو اونجا انجام داد تو میانه های میدان میاد. پاس تند و تیزی که داد محمد خداوند نلو. عیسی الکثیر درون محوطه جریمه. موقعیت هست برای عیسی الکثیر و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل دوم پرسپولیس تهران هم در 82مین دقیقه از این دیدار به ثمر میرسه. پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0 و اینگونه خوشحالی میکنن طرفداران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه. ارسال بلند درون محوطه جریمه. یک لحظه میرفتن خطرساز بشن بازیکنان فولاد خوزستان. اونجا شوتی که زد محمد جواد محمدی خیلی هم فنی زد.